برهان خداوندی میان رفته شب تاریک و همه ظلمتها بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله همچو خورشیدی به دل مؤمن روشنی تابد گمره راهش به ذریعه او راه حق یابد آیه قرآن به شب تار دل من چون نور بهر آیاتش شده ایم ما از جهل و غفلت دور بک یا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله عامل قرآن شده مأوایش جنت رضوان موعد عشق است فصل بیداری منشأ ایمان حبل رحمانی وعده رضوان خداوندی برهاند معجز قرآن از قید و هر بندی بک یا الله بک یا الله بک یا الله بك يا الله نکته های ناب درخشانش هادی دین است زندگی سازد سخنان او نور آیین است راه وصل تو به سعادت حاز همین قرآن نبود غیر از ره قرآنی قربت رحمان بک یا الله بک یا الله بک یا الله بک یا الله ای رسول هاشمی تو بی‌نظیری در جهان ای رسول هاشمی تو بی‌نظیری در جهان سرور هر دو جهانی برتر از هر انس و جان ای رسول هاشمی تو بی نظیری در جهان سرور هر دو جهانی برتر از هر انس و جان تو بشیر مومنانی هم نظیر کافران سروری تو بهتری تو برتری در هر زمان ای رسول هاشمی تو بی نظیری در جهان سرور هر دو جهانی برتر از هر انس و جان تو بشیر مومنانی هم نظیر کافران سروری تو بهتری تو برتری در هر زمان با کمالی با جمالی احمدا صاحب نوال با جلالی بی مثالی خوش خصالی بی گمان تو امینی تو حبیبی نیک بینی خلقلین محجبینی نازنینی دل نشینی هر کران ای رسول هاشمی تو بی نظیری در جهان
سرور هر دو جهانی برتر از هر انس و جان. تو بشیر مومنانی هم نظیر کافران. سروری تو بهتری تو برتری در هر زمان. سروری تو بهتری تو برتری در هر زمان. اجماع صلوات. با تشکر از گروه حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه، بیش از این مصدق آغاز نمیشیم. همگی ما جان میسپاریم به بیانات ارزنده حضرت شیخ الاسلام حفظه الله تعالی. استقبال فرمایید با 3 تکبیر قرار. تکبیر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قبل از هر چیزی سپاس از آن پروردگار هست که ولی همه نعمت هاست. سال تحصیلی گذشته به پایان رسید و اکنون در این ایام تعطیلات هستیم و از برکات این ایام تعطیلات همین هست که درس قرآن عظیم الشان آغاز می شود. این هم یکی از نعمت‌های بسیار بزرگ است. بارها آرزو بوده اینجا که در درس قرآن جاری بشه و بعد بحمد الله و شکر الله تعالی درس توسط جناب مولانا بدری استاد تفسیر الحمدلله چندین سال است که اجرا میشه و الحمدلله به نحو خوب و احسن این تفسیر انجام میگیره و این نعمت عظیم و نعمت بزرگی است. الله تعالی بهشان صحت و سلامتی عنایت کند و عافیت و امنیت برای ایشان و همه مجموعه بیاورد و همه مردم و انشالله این درس تفسیر که امروز آغاز میشه بتواند انشالله با همون 27 رمضان از سال یا 26 رمضان به پایان میرسد. و یک چیزی که حیاتی هست و اینه که حقانیت قرآن عظیم الشان که این کتاب بر حق الله تعالی هست. دلائل حقانیت قرآن خود به قرآن همراه، دیگه نیاز نیست که کسی به دیگه دلائل عقلی و نقلی بره. و از کتابای آسمانی گذشته که هم حقانیت قرآن ثابت میشه، چرا که قرآن عظیم الشان در کتابای آسمانی پیشگویی آمده است و دیگه دلائل بیرون از قرآن هم وجود داره، ولی نیاز نیست که برای حقانیت قرآن ما به دلائل بیرونی بریم،
بلکه خود قرآن دلیل بر حقانیت قرآن، اعجاز که الله تعالی در قرآن گذاشته است و خود قرآن شهادت میده به حقانیتش و دلیل قاطع هست به حقانیتش. همانطور که خورشید نیازی نداره که دیگه دلیل به وجود خورشید ما بیاوریم، همین روشنایی خورشید خودش دلیل بر وجود خورشید و هیچ عاقل انکار نمیکنه خورشید را و نیازی به دلیل وجود خورشید نیست. و همینطور عزیزان من در خود آیات قرآن و خود قرآن دلیل بر حقانیت قرآن موجوده که قرآن یک معجزه است و مثل قرآن را هیچ کسی نمیتونه بیاورد، نه مثل کل قرآن کسی میتونه بیاره، نه 10 سوره را، نه 1 سوره را. و خود قرآن این دلایل مطرح میکنه. قل این اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. اگر جن و انسان جمع بشن، جن ها و انسان ها، همه دانشگاه های ادبیات دنیا جمع بشن و یکدیگر را کمک کنن که مثل قرآن بیاورن، نمیتوانن. لہذا وقتی که قرآن این دلیلی بر این که از جانب اللہ تعالی، اگر جانب انسان باشه خب دیگه انسان توی دنیا هم زیادی، و لہذا همه انسان اللہ میگه جمع بشن نمیتوانن، همه جن جمع بشن نمیتوانن. و این دلیلی بر حقانیت. این همه قرآن دشمن داشته، جنگیدن، توی بدر جنگیدن، توی احد جنگیدن، و امروز جنگات که میلیاردها دلار پشت این جنگا هزینه میشه، هزینه این جنگا هست. حاضر هزینه بکنه ولی حاضر نیست که هزینه بکنه که مثل قرآن 1 سوره مانند قرآن، 10 سوره مانند قرآن. فاتوا ب10 سور مثله مفتريات فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. و این دلیل بر آن که قرآن عظیم الشان خودش معجزه اونه که از مقابلش دنیا عاجز بشه. انبیاء علیهم السلام برای صداقت همراه خود معجزه داشتن و این معجزه معنی اینه که کسی نتوانه معجزه را مقابله بکنه و مجبور میشه به قبول کردن. هر نبی را الله تعالی با توجه به شرایط زمان معجزه داده. حضرت عیسی را معجزه داد، حضرت سلیمان، حضرت داود و حضرت ابراهیم معجزه داشت، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، سایر انبیاء معجزه داشتند. و این معجزه همینه در معجزه که باقی مانده تا قیامت یکی قرآن عظیم و شان است. دیگه معجزه تا قیامت هم زنده و جاوید هست. و اما معجزه که ظاهر و اظهر من الشمس و الروشن، صداقت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حقانیت رسالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم است. قرآن عظیم الشان و قرآن تا قیامت معجزه و هیچ نیازی نیست که برای حقانیت قرآن یا حقانیت دین اسلام یا حقانیت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلیل بیرونی داده میشه. این قرآن، این سند زنده معجزه آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کسی قبول نداره مثل قرآن بیاره، 1 سوره بیاره. و این دلیل بر حقانیت این دین، این دلیل بر صداقت قرآن. قرآن کلام الله هست و تورات هم کلام الله بوده، انجیل هم کلام الله، زبور هم کلام الله، ولی او کلام الله معجزه نبوده. تورات تحریف کرده، انجیل تحریف کرده، کتابای آسمانی را تحریف کردن و جابجا کردن، اما قرآن نتوانستند جابجا بکنند.
و تا حالا نتوانستن تا قیامت هم نمیتوانن جا به جا بکنن. ولهذا این معجزه موجوده و روی این دلیل حقانیت، سند حقانیت قرآن است. او زمانی که قرآن آمد مردم عرب در فصاحت و در بلاغت و مبارزه می کردن با هم. خیلی مطرح بود فصاحت و بلاغت، شعر و شعرگویی و مبارزه می کردن در این و گاهی جمع می شدن و اشعار می سرودن و شعرها را تحسین می کردن که چه کسی بهترین شعر سروده است. جایزه می دادن، جایزه می بردن. اما قرآن که آمد تمام این شعرگویی ها و این بحث را جمع کرد. ولهذا همه قرآن که دیدن واقعا گفتن فصاحت و بلاغت و شیرینی همینی که در قرآن عظیم و شان هست. ولهذا همینطور که واقعا قرآن عظیم و شان به مثل و کسی نمیتوانه مانندش را بیاورد، مطالبی که در قرآن موجودن مجموعاً اینها را هم کسی نمیتوانه به این صورت بیاره. بهترین حکمت در قرآن عظیم و شان، بهترین درس در قرآن، بهترین تعلیم و هم تعلیم اعتقاد و بهترین عقیده و عقیده میانه و عقیده درست قرآن عظیم و شان مطرح کرده و محور بحثای عقیده بر توحید و وحدانیت الله تعالی است، بر معاد و حقانیت قیامت هست خیلی مهمه، بر رسالت و انبیاء علیهم السلام و اینکه الله تعالی بندگان بر رسالت انتخاب کرده و نبوت و صاحب وحی بودن و امانات الله تعالی را به مردم رسول داد و قرآن به بهترین احکام راهنمایی میکنه و قرآن به بهترین اخلاق راهنمایی میکنه. بحثای اخلاق در قرآن واقعا بی‌نظیره. امکان نداره هیچ تمدنی توی دنیا باشه الان از این تمدن‌های بشری که خوبی‌های قرآن عظیم و شان، بحث اخلاق قرآن عظیم و شان در اونها نباشه، از قرآن نگرفته باشه، از سنت نگرفته باشه. و در همه تمدن‌ها تعلیم اسلام برجستگی داره ولی نه به نام اسلامه و به بی‌انصافی کردن دنیا. از قرآن اقتباس کردن ولی به نام قرآن نکردن، به نام از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و تعلیم زیباش اقتباس کردن و توی تمدنشون گذاشتن ولی این نسبت ندادن به دین اسلام. و لحاظ این از برجستگی های دینی که بهترین اخلاق، بهترین احکام، بهترین عقیده، بهترین تعلیم در قرآن عظیم و شان و آموزش در قرآن موجود. کتاب بسیار جامعی است و کتاب کاملی است و کتاب فرهگیری. و الان هم او زمانی که 1400 و اندی سال قبل نازل شده قرآن عظیم و شان و بحثای آورده و آیات در قرآن عظیم و شان به صورت اجمال موجوده که امروز تفسیر میشه و تا قیامت تفسیر میشه. بسیاری چیزا را او زمان صحابه هم متوجه نشدن که این چیه و گفتن که مثل همین که والخیل والبغار والحمیر لترکبوها وزینه و یخلق ما لا تعلمون. این سواری های او زمان الله ردیف کردن به عنوان احسان که اینا را من برای شما خلق کردم و فرموده یک سری چیزای دیگه خلق میکنم که شما نمیدانید و صحابه میدونسته که من نمیدانیم، یک سری چیزای جدید میآید و حالا این چیزای جدید آمده، این چیزای جدید و پیما آمده، این سواری ها آمدن، این قطار ها آمدن وسایط که امروز در اختیار ما
هم در زمینه مرکب و سواری، در زمینه بربری، نقل و انتقال و جابجایی وسایل و اسباب تجاری و نیاز و جابجایی انسان ها حالات چیزایی آمده که گذشته نبوده است و اینها را قرآن عظیم و شان با یک جمله پیش بینی میکنه و پیشگویی میکنه که چیزهای جدید میآید و لحاظا گاهی اندیشمندان جمع میشن، کنفرانس دایر میکنن و از قرآن اقتباس میکنن صنعت جدید را، تکنولوژی، پیشرفت بشر که در قرآن در چه جایی این پیشگویی شده و چه جملات را الله تعالی آورده است. و یک بار در ترکیه ما برای یک کنفرانس رفتیم و دو سه روز قبل از اونجا رفتیم و کنفرانس دیگری توی استانبول دایر بود و ما را در همون دعوت کردند و بردن. ما رفتیم و جو همین بحث بود که دانشمندان اندیشمندان از دنیا آورده بود و اینها روی همین آیات بحث میکرد که توی این آیات به چه چیز اشاره و کجای در چه زمینه های خیلی چیز شیرین و جالبه و این دلیل حقانیت قرآن، دلیل صداقت قرآن و